اساس نظریه حرکت اتومبیل. درس یکم، معلومات عمومی عاید به ساخت اتومبیل. این درس برای اتومبیلیستان جوان فایده‌ناک میباشد. ما مکانیزم و سیستم های اساسی اتومبیل را دیده میبریم. همزمان باید قید کنیم که سخن درباره تعمیر یا خدمترسانی اتومبیل های ژگولی یا مرسدس شمار نمی رود. برای این ادبیات مخصوص دایر به مدل اتومبیل شما موجود می باشد که برای هر یکی از شما داشتن آن مهم می باشد. اگر شما مقصدی به یگان جزء اتومبیل بغیر از چنبرک رولی یا پدال ها دست رسانیدنی باشد، آنگاه به شما کوشش فهماننده دادن مکانیک بنگاه های خدمت رسانی تکنیکی عاید این یا آن جزء فهمان می شود. دوم، برای چی اتومبیل حرکت می کند؟ اتومبیل تنها در همان وقت به حرکت می درآید که چرخهای آن به حرکت درآیند. چرخها در همان حالت حرکت می کنند که اگر محرک به آنها قوه کشش را دهد. در اتومبیل های معاصر نیروی گرمی استفاده برده می شود. نیرویی که هنگام افروزش سوزشواری در محرک حاصل می شود. چون این محرک ها را محرک های درونسوز می نامند. نمود گوناگون چنین محرک ها موجود می باشد. محرک پارشینی درونسوز را انتخاب می کنیم. اساس محرک را سیلندر و پارشین تشکیل می دهد. پارشین در قسم بالایی شتون مستحکم کرده شده است. قسم پایانی شتون با گردنک نورد زانودار مستحکم کرده می شود. مکانیزمی که از پارشین و شتون و نورد زانودار عبارت می باشد مکانیزم کریواش پیشتونی نامیده می شود. در قسم بالایی سیلندرها سرپوش گذاشته می شود. هنگام جایگیر شوی پارشین در نقطه بالایی سیلندر بین پارشین و سرپوش فضای خرد حاصل می شود که آن را کامرای سوزش می نامند. اگر در کامرای سوزش از شراره سوزشواری علنگه گیرد یا ترکیش حاصل کند، آنگاه فشار بلند از سوزش یا ترکیش حاصل شده به پارشین داده می شود. پارشین فشار را به شتون می دهد. شتون در نوبت خود به پایان حرکت نموده حرکت را به نورد زانودار می دهد و آن را تاب داده به گردش می درآورد. محرک های درونسوز مقدار گوناگون سیلندرها را دارند، از 1، 2 تا 16 بلاک سیلندرها. حرکت نورد زانودار با واسطه ترانسمیسیا به چرخها داده می شود. محرک درونسوز یا درسترش ترکیش داخلی قوه 10-15 مراتبه فشرده آمیخته سوزشواری و هوا، آمیخته بوک‌های بنزین و هوا یا آمیخته سوزشواری دیزلی را با هوا هنگام سوزش آنها فشار حاصل شده را به پارشین می دهد. نیروی آمیخته سوخته شده فشار آن به پارشین داده شده آن را به پایان تله می دهد. آمیخته سوزشواری یا بوک‌های بنزین هنگام گشاده شدن کلپن وارد کننده به سیلندر داخل می شود. کلپن ها را مکانیزم گاز تقسیم کننده با واسطه موشک‌های نورد مکانیزم گاز تقسیم کننده یا مکانیزم مخصوص می کشاید و می پوشاند. نیروی گازهای سوخته شده پارشین را به پایان تله داده کار اجرا می کند. گازهای سوخته شده به واسطه اجرای کار و با واسطه کلپن خارج کننده به بیرون برآورده می شود. مکانیزمی که از شاهین ها، کلپن ها، قبرهای وارد کننده آمیخته سوزشواری و خارج کننده گازهای سوخته شده و نورد مکانیزم گاز تقسیم کننده عبارت می باشد، سیستم گاز تقسیم کننده نامیده می شود. آمیخته بنزین و هوا در محرک های کربوراتوری در کربوراتور یا برای سوزشواری گازی در آمیخته کننده حاصل کرده می شود. آمیخته سوزشواری دیزلی با هوا در داخل سیلندر حاصل کرده می شود. پس از فرو کشیدن هوا در محرک دیزلی هوا فشرده شده با واسطه نساز سوزشواری فشارش بلند یک مقدار سوزشواری با فشار بلند با واسطه فرسونکه ها
به داخل سیلیندرها پاش داده می شود. کربیوراتور، صافکنک‌ها، نساس بنزینکش، خبرهای سازش وارد کننده و بک بنزین سیستم آذوقه اتومبیل را حاصل می کند. در بعضی محرک ها اساساً فرسونکه ها بدون نساس فشاری بلند استفاده برده می شود. در داخل سیلیندر محرک دیزلی هنگام با فشار بلند پاش دادن سوزشواری دیزلی آن به حصه‌چه های هوای فشرده شده برخورده، در نتیجه سایش بلند، حرارت بلند به وجود آمده خود لنگه‌گیری حاصل می شود. پاشدهی سوزشواری در لحظه از همه بلند فشرده شوی هوا به وجود می آید. فشار هوای فشرده شده در محرک دیزلی 1.5 مرتبه نسبت به فشار آمیخته فشرده شده محرک کربیوراتوری بلند می باشد. در محرک های کربیوراتوری برای علنگه‌گیری آمیخته شراره از شدت بلندی در شمع‌های برقی حاصل شده از سیستم افزایش در لحظه فشرده شوی بلند آمیخته داده می شود. سیستم افروزش از منبع‌های نیروی برق، اکلیوماتور، گنراتور، شمع‌های برقی، ترانزیستورها، کموتاتور یا برق تقسیم کنک، غلطک افروزش، ناقل‌های شدت بلند عبارت می باشد. در محرک‌ها یک مقدار قوه حاصل شده در نتیجه سایش جزها گم می شوند. از این سبب برای کم کردن سایش بین جزهای جفت‌کار کننده روغن داده می شود. سیستم روغن مالی از نساس روغنکش، صافکنک‌ها، کارتر محرک و مقدار زیاد راه‌های حرکت روغن عبارت می باشد. سیستم روغن مالی قسم‌های سایش خورنده را با روغن تامین می کند. هنگام علنگه‌گیری آمیخته سوزشواری در سیلیندرها حرارت زیاده از 2000 گرادوس حاصل می شود. برای پس کردن حرارت تا 80-90 گرادوس سیستم سرنمایی محرک خدمت می کند. آن از آبکورته، ترموستات، نساس آبکش، رادیاتور، ونتیلاتور، قبرهای آبگذران و داتچیک‌های حرکت سنج عبارت می باشد. در محرک‌های دو تکته سرنمایی با واسطه هوا به وجود می آید. برای بهتر رسانیدن هوا و شمال به سیلیندرها در بالای دیوار سیلیندرهای مقداری زیاد قبض‌های گرمگذران و شمال قپنده ساخته می شوند. سیستم خارج کننده گازهای سوخته شده برای پس نمودن صدا و تازه‌کنی گازها از دوده خدمت می کند. این سیستم از مجموع قبرهای خارج کننده گازها، رزونانتور و صدا پس کننده ها عبارت می باشد. خاموش کننده صدا چنین ساخته شده است که در آن سیستم حرکت گازها دائم عوض شده سرعت حرکت گازها پس کرده می شود. در نتیجه صدای پست حاصل کرده می شود. محرک کارشایم هنگام دورزنانی نورد زانودار با استارتر یا محرک برقی به کار می درآید. نتیجه کار محرک حاصل نموده مومنت دورزننده در نورد زانودار می باشد. مومنت درزننده از نورد زانودار به ترانسمیسیا داده می شود، یعنی از بندش به ناقل قطی و از آن به واسطه نورد کردنی به پل عقب برنده اتومبیل داده می شود. بندش حرکت را به واسطه قوه سایش به دیسک برنده داده از آن قوه درزننده به نورد یکم ناقل قطی داده می شود. بندش از دیسک پخش کننده، دیسک قوه دهنده، دیسک قوه گیرنده، مفتاح با پادشیپنیک زیر کننده، خبرهای سیستم هیدرولیکی بندش، پدال بندش و سرپوش عبارت می باشد. هنگام کار محرک نورد زانودار با بندش، نورد یکم ناقل قطی با تأثیر قوه دیسک پخش کننده با هم وصل شده یک جای دور میزنند. در حالت زیر نمودن پدال بندش، مفتاح با پادشیپنیک زیر کننده با فیشنگچه های بندش تأثیر رسانیده دیسک پخش کننده را در یک مهلت کوتاه از دیسک برنده مخاوش جدا می نماید. دیسک پخش کننده را از دیسک برنده جدا نکرده نورد زانودار را از ترانسمیسیا جدا نمودن غیر امکان می باشد. هنگام زیر نمودن پدال بندش قوه به سیلیندر هیدرولیکی داده شده از آن به فیشنگ جدا کننده دیسک پخش کننده و با واسطه مفتاح با پاچینی زیر کننده وصل شده دیسک پخش کننده را از دیسک برنده مخاوش جدا می کنند. ناقل قطی از مجموع چرخهای دنداندار که با هم وصل کرده شده اند نورد یکم، نورد میانه و نورد دویمین سینخرونیزاتور، لغزش خورک‌ها، ساکت کننده و فیشنگ اداره کنی ناقل قطی عبارت می باشد. هنگام جای عوض کنی بلاک شسترنه ها درزنی نورد دویم عوض شده مانند درزنی گوناگون قوه کشش گوناگون را حاصل می کند. عوض شوی مومنت قوه کشش را وابسته از شرایط راه
و سرعت حرکت با ناقل قطی تنظیم می‌کنند. با زیادشوی مومنت قوه سرعت حرکت پس می شود. در گذرش پس مومنت قوه کلان می باشد. از این سبب در راه کوتاه‌دار این گزارش ها استفاده برده می شوند. یک بلاک چرخ‌های دنداندار برای حاصل نمودن سمت حرکت اتومبیل به عقب خدمت می کند. هنگام به کار آماده نمودن این بلاک قوه مومنت کشش خیلی بلند می باشد. حتی از گزارش انتقال یکم کلان می باشد. مومنت قوه در زننده با واسطه نورد کردنی به پول برنده عقب داده می شود. در پول برنده عقب قوه مومنت دورزننده و مکانیزم دیفرانسیالی داده شده، سپس در تحت کنج 90 گرادوس به نیمتیرک‌ها داده می شود. مومنت قوه از نیمتیرک‌ها به چرخ‌های برنده داده می شود. نیمتیرک‌ها با گوبچک چرخ‌ها پیوست کرده شدند. مکانیزم دیفرانسیالی مجموع چرخ‌های دنداندار می باشد که برای حاصل نمودن مومنت درزنی گوناگون نیمتیرک‌ها یعنی درزنی گوناگون چرخ‌ها خدمت می‌کند. مکانیزم دیفرانسیالی هنگام گردش اتومبیل لغزش چرخ‌ها روش‌شوی آنها در نیمتیرک‌های مومنت درزنی گوناگون را حاصل می‌کند. چرخ‌های برنده با سرعت گردش گوناگون حرکت می‌کند. سیستم بازداری اتومبیل برای پس نمودن سرعت حرکت و بازداشتن اتومبیل خدمت می‌کند. سیستم بازداری اتومبیل از سیلندری اساسی گیدراولیکی، سیلندرهای کاری بازداری چرخ‌ها، قوه دهنده گیدراولیکی، پرزورکننده واکومی، خبرهای مایع گذران و پدال ترمزدهی عبارت میباشد. بازداری چرخ‌ها با واسطه سیلندری کاری گیدراولیکی برای بازداشتن حرکت چرخ‌ها با واسطه کلاتکاهای ترمزدهنده خدمت می‌کند. کلاتکاهای ترمزدهنده با واسطه سیلندری کاری به دیسک چرخ زیر کرده به حرکت آن مانع می شود و از حرکت آن را نگاه می دارد. ترمز دستی برای نگاه داشتن اتومبیل در همگشت‌های راه کوتاه و به خطری نگاهداری اتومبیل در توقفگاه خدمت می کند. فیشنگ ترمز دستی با واسطه قوه کشش تراس کلاتکاهای ترمزدهنده را با دیسک چرخ‌ها پخش می کند و آن را نگاه می دارد. اداره کنی رولی اتومبیل با واسطه اداره کنی رولی اداره کرده می شود. اداره کنی رولی از چنبرک رولی، کارتر مکانیزم رولی، نورد رول، تراپیزیای رول و تیرک و فیشانکا عبارت می باشد. تجهیزات برقی از اسباب‌های روشندهنده، اسباب‌ها برای شستن شماشیشه‌های پیش و عقب، اسباب‌های علاوگی، سیگنال صدا، ونتیلاتور عبارت می باشد. سیستم گرمدهی با سیستم سرنمایی محرک پیوست می باشد. سیستم گرمدهی از اسباب گرمدهنده از خبرهای رزینی، ونتیلاتور و کلید وصل کننده تنظیم کننده مایع خنک و گرم تنظیم کننده کار ونتیلاتور عبارت است. کرسی ها نشست با فراغت راننده و مسافران را تامین می کند. سیستم شمال دهنده که از ونتیلاتور، هواگذران ها، سوراخی های هواکش کوزوف و سقف آن عبارت می باشد. هوا تازه کنی معتدل را در اتومبیل تامین می نماید. آویزه که از آمورتیزاتورهای فنری و رقین، استابیلیزاتورهای استواری کندلنگی عبارت می باشد. ضربه های از ناهمواری راه پیدا شده را خاموش می کند. چرخ‌ها که از دیسک گوبچک و شینه ها عبارت می باشند، مومنت قوه حرکت دورزننده را به حرکت برنده تبدیل می دهند. قبط بالایی شینه ها از پروتکتور عبارت می باشد که آن چسبش چرخ‌ها را با سطح راه زیاد نموده ضربه های از ناهمواری راه حاصل شده را حذف می کند.